اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد جنت شدن برای زن خیلی آسان است. همگی 4 عملی هست که اگر زن اجرا نماید وارد جنت خواهد شد. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در حدیث صحیح روایت ابن حبان رضی الله تعالی عنه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر زن 5 وقت نمازش را بخواند، روزه ماه رمضان را بدارد، پاکدامنیش را رعایت نماید و به شوهر خود اطاعت کند، با او گفته می شود به جنت توسط دروازه وارد شو که دلخواهت باشد. رواه ترمذی. عملهایی که سبب وارد جنت شدن زن می شوند اینها هستند: 1. 5 وقت نماز خواندن. نماز اصل و اساس دین است. باید نماز در وقتش به تأخیر یا اینکه به قضا خوانده شود. یگان سبب نیست که به قضای نماز سبب عذرناک شده تواند، غیر از حیض یا اینکه نفاس. 2. روزه ماه رمضان را بدارد، نه وابسته به گرما یا اینکه سرما یا اینکه دشواری و آسانی. 3. پاکدامنیش را رعایت نماید، یعنی از زنا و عملهای به زنا نزدیک کننده دور باشد. با مردانی بیگانه معامله نکند، با طریق تلفن صحبت نکند، در شبکه اینترنتی بیهوده‌گویی نکند. 4. اطاعت شوهر نیز عامل مهمی وارد شوی جنت. زن باید هر فرمان شوهر را اجرا نماید، با شوهر خوش معامله باشد، عمل پسند شوهرش بوده را اجرا نماید. البته فرمان شوهر در حالت باید اجرا نماید که در آن نافرمانی به امر الله نباشد. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.